اوکی، سلام دوباره به قسمت دوم برنامه. خوش آمدید. برنامه خودشناسی و خود درمانی با فرهناز. برنامه من هر دو شنبه 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 11 شب به وقت ایران از اینستاگرام هست. درمان فقط موقع برنامه زنده داده میشه بین دو قسمت. عزیزانی که میخوان درمان رو دریافت کنن یا باید در برنامه زنده حضور داشته باشن یا باید به زمان درمان آگاه باشن. مرسی خانم الی. خب پاکسازی انجام بدید. 3 بار بگید از فرشته‌های نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کنید. از فرشته‌های نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کنید. از فرشته‌های نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کنید. خب حالا بگید تجربتون با 3 درمان چه بود؟ درمان اول برای تعادل بود، تعادل ذهنی و احساسی. درمان دوم برای اینکه ذهنیت مثبت تر داشتن. درمان سوم به چاکرای قلب بود. منتظریم بقیه همه بیان روی خط. مرسی از قلب های زیبا. خب افرادی که رو خط هستید بگید تجربتون با 3 درمان چه بود؟ بی نهایت ممنون. حس آرامش داشتم. من آخر لایو قبلی رسیدم اما آرومتر شدم. انرژی در پام حس کردم با درمان اول. حس رهایی. سوزن شدن یکی از دست ها. با تشکر از به خاطر درمان من مثل همیشه احساس فشار احساس مورمور شدن روی گردن داشتم. سوزن شد بام. درمان اول سرم داغ شد. درمان سوم کلید طلایی دیدم. درمان دوم رو نگرفتم. تو باغ برگ گل مثل کودکان بالا پایین میپریدم. احتمالا درمان دومم دریافت کردید. اگه برای اولی و سومی بودید دومی هم دریافت کردید. احساس فشار در سر چشم و بینی. در آخر گرمای کف پا. بعضی اوقات هم ممکنه چیزی تجربه نکنید و اشکالی نداره چون نوع تجربه افراد متفاوته. یعنی حتی اگر چیزی هم احساس نکنید درمان رو دریافت میکنید. فقط گاهی اوقات حس و تجربهش که میکنید مثل یه تأییده. دریافت برای خودتون تأیید میکنه. تپش قلب در درمان سوم. خب افرادی که پاکسازی نکردن پاکسازی کنن. اوکی، حالا یه مقدار بلسینگ بدیم. یادم رفت درمان دوم موضوعش چه بود؟ دومی برای ذهن بود، برای مثبت‌تر شدن ذهنیت.
برای دادن درمان ها لایو را قطع میکنید. نتونستم تمرکز کنم چون منتظر شروع لایو بعدی بودم. خب بله، به خاطر که نمیخوام درمان ضبط بشه. anyway بعد از 1 ساعت خودش اتوماتیک قطع میشه، یعنی در هر جهت باید 2 قسمت بشه. خب حالا یه مقدار بلسینگ بدیم برای ایران. تو بلسینگ هم میتونید تو هر حالتی باشید وقتی میخواین بلسینگ بدید، ولی اگر حالت مثلا نشسته باشید و چشما بسته انرژی رو بهتر احساس میکنید، ولی واجب نیست که نشسته باشید موقع بلسینگ دادن. در حالت تحرک هم میتونید بلسینگ بدید. حالا همگی با من تکرار کنید. از خدای مادر مهربانم و لشکر نور و تمام اژدهاهایی که به نور خدمت میکنند درخواست میکنم به تمام مردم ایران که آزادی خواه هستند بلسینگ بدید برای بالاترین حفاظت برای جسم فیزیکی آنها آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم و لشکر نور و اژدهاهایی که به نور خدمت میکنند درخواست میکنم به تمام مردم ایران که آزادی خواه هستند بلسینگ بدید برای بالاترین حفاظت از هر گونه آسیبی و پیروزی آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم و از لشکر نور و اژدهاهایی که به نور خدمت میکنند درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند و آزادی خواه هستند بلسینگ بده برای بالاترین حفاظت از هر گونه آسیبی و پیروزی آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به ایران بلسینگ بده برای دولتی در مسیر نور و مردمی آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به ایران بلسینگ بده برای دولتی در مسیر نور و مردمی آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به ایران بلسینگ بده برای دولتی در مسیر نور و مردمی آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به ایران بلسینگ بده برای بالاترین حفاظت و دیوارهای حفاظی از انرژی هایی که به نور خدمت نمی کنند آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به ایران بلسینگ بده برای بالاترین حفاظت و دیوارهای حفاظی از انرژی هایی که به نور خدمت نمی کنند آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به ایران بلسینگ بده برای بالاترین حفاظت و دیوارهای حفاظی از انرژی هایی که به نور خدمت نمی کنند آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم بلسینگ مناسب بده برای ایجاد مانع از مأمورها که نتونن به مردم آسیب بزنن آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم بلسینگ مناسب بده برای ایجاد مانع برای مأمورها که نتونن به مردم آسیب بزنن آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم بلسینگ مناسب بفرست برای ایجاد مانع که مأمورها نتونن به مردم آسیب بزنن آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم لشکر نور اژدهاهایی که به نور خدمت میکنند درخواست میکنیم به تمام آزادی خواهان ایران بلسینگ بدید
برای اتحاد، شهامت و پیروزی آنطور که به صلاح است از خدای مادر مهربانم و لشکر نور و اژدهاهایی که به نور خدمت میکنند درخواست میکنیم به ایران به تمام آزادی خواهان ایران بلسینگ بدید برای اتحاد، شهامت و پیروزی آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام مردم ایران که آزادی خواه هستند بلسینگ بده برای هوشمندی و خردمندی که به راحتی پیروز بشن آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام مردم ایران که آزادی خواه هستند بلسینگ بده برای هوشمندی و خردمندی که به راحتی پیروز بشن آنطور که به صلاح است. اگه فکر کنم این بلیسینگ ها خوب کافیه، یه بلیسینگ هم برای اینترنت بدیم. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به ایران بلیسینگ بده برای اینترنت قوی و رایگان آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به ایران بلیسینگ بده برای اینترنت قوی و رایگان آنطور که به صلاح است. یه چند تا بلیسینگ هم برای ناحیه کردستان و بلوچستان و اون طرفا بدیم که در شرط بهتری باشن. شما هر کسی جدا جدا برای شهر خودش هم میتونه بلیسینگ بده. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به تمام نواحی کردستان، بلوچستان، سنندج و اون حوالی بلیسینگ بده برای بالاترین حفاظت از مأمورها و انرژی هایی که به نور خدمت نمی کنن آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به کردستان، سنندج، بلوچستان و اون حوالی بلیسینگ بده برای بالاترین حفاظت از مأمورها و انرژی هایی که به نور خدمت نمی کنن آنطور که به صلاح است. از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به کردستان، سنندج، بلوچستان و اون حوالی بلیسینگ بده برای بالاترین حفاظت از مأمورها و انرژی هایی که به نور خدمت نمی کنن آنطور که به صلاح است. و واقعا حس وطن دوستی و حس دفاع از خاکشون بسیار تحسین پذیره. و اتحادی که دارن، یه چیزی که خب این هست ولی اینو توی یکی از دریافتی ها من دریافت کردم، ولی خب یه چیزی که آشکاره که از کودکی این حس که از حقش دفاع کنه و زیر بار زور نره، اینا رو از کودکی بهشون یاد میدن. و خب کلا وقتی که اون اجتماع چنین ارتعاشی داشته باشه این به نسل های بعد هم انتقال داده میشه و حس اتحاد و وطن دوستیشون واقعا تحسین پذیره. من دلم میخواد یه زمانی فراهم بشه و بتونیم یه تشکر درست حسابی بعد از پیروزی ازشون داشته باشیم و از تمام آزادی خواهان. ولی یادتون باشه قدرت همیشه دست مردمه و در تاریخ همیشه از این داستانها بوده و در هر کشوری که فکرشو بکنید. حالا خب خیلی بهتر بود اگر که انسان آگاهتر بود و بهتر رفتار میکرد و لازم نبود برای آزادی بجنگیم، ولی خب این داستانهای این بود هست. و شما هر کشوری که نگاه بکنید
در طول تاریخ گاهی بارها هم در تاریخ ایران چه در تاریخ کشورهای دیگه چه در زمان حتی قدیم امپراتوری روم خیلی زیاد در تاریخ بوده که بعضی اوقات جنگ هایی که بی دلیل بوده و فقط برای قدرت و زورگویی، ولی جنگ های زیادی هم بوده برای به دست آوردن آزادی و به پیروزی رسیدن. فقط یه خورده دیر و زود داشته. مثل جنگ امریکا و ویتنام، این تفلکی ویتنامی ها با دست خالی ولی با اتحاد و زیرکی 10 سال مقاومت کردند بر علیه توپ و تانک و گلوله های ارتش امریکا و پیروز شدن. یعنی ناامید نشدن، اینقدر دوام آوردن تا امریکا پا در اومد. یعنی بالواقع فهمید فایده نداره. امریکا فهمید اونا اینقدر اتحاد دارن و اینقدر پشت کار دارن که این مبارزه نتیجه نمیده. یعنی اگه 10 سال دیگه هم ادامه پیدا میکرد اونا به مبارزه ادامه میدادن. و کلید پیروزیشون همون ناامید نشدن، تسلیم نشدن، اتحاد و اینکه حس وطن دوستیشون 10 سال دوام آوردن ولی به نتیجه رسید و بالاخره به اتمام رسید. که خب میگم بهتر بود در این بود افراد آگاهتر رفتار میکردن و راههای بهتری در پیش میگرفتن، ولی خب این داستان این بوده. ولی به این با پیروزی ایران خیلی چیزا تغییر میکنه، نه فقط در ایران و در کل جهان. یعنی یه آگاهی الان یک حس انسان دوستی در تمام کشورها ایجاد شده به لطف روح‌های بزرگی مثل مهسا، یا حتی کسایی که قبل از این مثل ندا خروج کردن و افرادی که در این سالها خروج کردن، نه فقط در این مدت انقلاب کبیر که یاد همشون هست. روحاشون با ما همکاری دارن، روحاشون زنده است و با ما همکاری دارن و تغییرات خیلی خوبی ایجاد میشه که خلق بشر در کل کشورها دیگر در مقابل ظلم سکوت نخواهند کرد. عدالت خواهیم داشت، هم برای اوکراین، هم برای افغانستان، هم برای تمام کشورها. تغییرات خیلی خوبی ایجاد خواهد شد که همه حس انسان دوستی بیدار شده، هم حس وطن دوستی که دیگه فرق نمیکنه، اینا همه حس میکنیم که دیگه فرق نمیکنه تو مال کدوم شهری، همه ایرانی هستیم، همه انسان هستیم. برای کشورهای دیگه فرق نمیکنه که تو آلمانی هستی، فرانسوی هستی، نمیدونم مال کدوم کشوری، همه انسان و انسان دوست هستیم و حق انسانه که آزاد داشته باشه و منصفانه باش برخورد بشه. تغییرات خیلی خوبی با پیروزی ایران در ایران و کل خلق بشر ایجاد میشه و من بسیار بسیار امیدوار هستم. یعنی خیلی پیروزی بسیار شیرین و ارتعاش کل زمین تغییر میکنه با این پیروزی. بسیار لحظات شیرینی هستن. حالا ممکنه اتفاقات دلنشین نیستن، ولی نتایج خیلی ارزشمند این دوران بسیار ارزشمنده و نتایج بسیار فوق‌العاده خواهد داشت. دیدگاه های من در خودم تغییراتی میبینم در دیدگاه هم. من الان همینجا هر جا که میرم جوان ها رو که میبینم
دختر خانمای جوان که میبینم با موهای اصلا دیدگاه هم به موی زن تغییر کرده. ببخشید من فقط بعضی اوقات راجع به ایران که صحبت میکنم احساساتی میشم. خوب و بد نداره، از غم نیست، برداشت اشتباه نکنید، از حس غم نیست. من کلا راجع به ایران که صحبت میکنم از حس شدید عشق و خیرخواهی احساساتی میشم. هر موقع دخترای جوان رو میبینم هرچی میخوان میپوشن، هر طوری میخوان میچرخن، همون رو برای خواهران خودم در ایران میخوام که بتونن راحت باشن و اونطوری که میخوان زندگی کنن. و زیاده خواهی هم نیست، فقط یه زندگی عادی نرمال. چیزی که درخواستشو دارن حق طبیعی هر انسانیه و چیز زیادی هم نیست که بتونن اونطوری که میخوان زندگی کنن. حالا حتی تو خود امریکا هم دموکراسی مطلق نیست، همینجا سیاست بازی ها و نمیدونم چیزای خودشون هست، سر آدمای خودشون هم کلا میذارن، منتها یک آزادی نسبی مردم دارن که اقلا دیگه کسی به پوشش من گیر نمیده. شاید مثلا عدالت مساوی بین زن و مرد نباشه، موردایی هست، همینجا هم چیزا 100% نیست، ولی اقلا من میتونم اونجوری که میخوام لباس بپوشم. یکی میتونه مثلا تو اینجا میبینی یا میبینی تو سرمای زمستون یکی با صندل و شورت کوتاه میاد بیرون، تو که بعضی وقتا من میگم اینا چطوری سردشون نمیشه چون الان هوا سرد شده. تو تابستون یا میبینی یکی چکمه و کت پوشیده. خب اگه اینطوری میخواد باشه خب باشه، کسی کارش نداره، تو هر مدلی میخوای لباس بپوش، کسی بهت گیر نمیده. یعنی خواسته های خیلی معمولی که از مردم و مملکت ما گرفته شده بی دلیل. و میدونید من کلا هیچ وقت آدم مذهبی نبودم، ولی تو این مدت 2 ماه این دیدگاه هم که ما هیچ احتیاجی به مذهب نداریم قوی تر شده. یعنی از اولم این دیدگاه ها داشتم، چون اینو من بارها گفتم، روح ملیت و مذهب و این چیزا نداره، اینا همش چیزای دنیویه. تو بعدای بالاتر هم مذهب و این دیوار همش شده دیوارهای جدایی. تو بعدهای بالاتر هم که آگاهی هست مذهبی وجود نداره، چون همه به یکی بودن و یکی بودن با خالق آگاه هستن، اصلا نیازی به مذهب نیست، اصلا مذهب کاربردی نداره. و اصلا بعضی ذهن میپرسن خب مثلا پیامبری مثل محمد بوده یا نه، یا فلان پیامبر بوده یا نه. اصلا دیگه مهم نیست، فرقی نمیکنه اون چنین شخصی بوده یا نبوده، چون اون چیزی که الان به وجود اومده چیزی که دیگه به درد خلق بشر نمیخوره و تبدیل شده کاملا به یه سیاست و سوء استفاده. یعنی اصلا ذهنتون رو درگیر این نکنید که آیا راست یا دروغه، آیا این بوده یا نبوده، همچی شخصی بوده یا نبوده، اینا اصلا مهم نیست، ذهنتون رو درگیر این چیزا نکنید. اصل مطلب اینه که هر چیزی که بوده یا نبوده به اون چیزی که الان تبدیل شده دیگه به درد خلق بشر نمیخوره، دیگه به جای سازندگی تخریب و خرابکاری شده و چیزی که تبدیل به یه چیزی میشه که دیگه فقط شده زور و ظلم دیگه به درد خلق بشر نمیخوره. و باید آگاهتر و انسان دوست باشیم، این مهمه. اصل مطلب اینه که انسان دوست باشیم. تو حالا میخوای هر
چی اسمشو بذاری، متاسفانه هر وقت اسم رو یه چیزی میذاریم تبدیل به یه چیز دیگه میشه. برای همین من حتی روش خودم رو اسم روش نذاشتم. میگیم این آگاهیه که من دارم به همه میدم، جمعی هر کی میخواد استفاده میکنه، هر کی نمیخواد استفاده میکنه. من اسم روی روشم نذاشتم دقیقاً به این دلیل، چون وقتی اسم روش میگذاری مثل هرچی، مثلا مثل حتی ریکی یا مثل نمیدونم روش های دیگه که اسم رو خودشون گذاشتن، وقتی اسم روش میذاری تبدیل میشه به یه چیز دیگه، چون یه عده میان یه چیزی بهش اضافه میکنن، اون یه برداشت اشتباه میکنه، اون یه چیزی میگه، بعد یه تبدیل میشه، بعد از سالا تبدیل میشه به یه چیز دیگه. برای همین من روی روش خودم هیچ اسمی نذاشتم. این یه آگاهی جمعیه و بعد یاد بگیریم اونقدر آگاه خردمند باشیم که خودت برای خودت بتونی تصمیم بگیری که میخوای چه کار کنی. هیچ دوتا آدمی مثل هم نیستن، شرایط هم مثل هم نیست. یه کاری که ممکنه برای تو مناسب باشه ممکنه برای یکی دیگه مناسب نباشه، یا بالعکس. نمیشه همه رو بگی فقط سیاه‌سفید نیست، خیلی رنگ های دیگه هم هست، احتمالات و تفاوت ها هست. نمیشه مردم رو توی جعبه بذاری بگی این مدلی باش، اونطوری که من میخوام باش، نمیشه. حالا بعضی سعی کردن ولی درست نیست و انسان دوست نیست. حالا هرچند که خب خوبه که به عقاید هم احترام بگذاریم، ولی عقایدی که باعث ظلم و زور و کشتار بشه دیگه به درد نمیخوره. دیگه اون تبدیل شده به ظلم، دیگه اون عقیده به درد نمیخوره و نمیشه حتی احترام گذاشت به عقیده‌ای که باعث ظلم و زور و کشتار میشه. این عقیده منه. به زمانی میتونیم به عقاید هم دیگه احترام بگذاریم که آسیب نزنه، آسیب زننده، چی میگن، آسیب آور نباشه. خب من میتونم مثلا من میتونم بلیز قرمز دوست داشته باشم تا بلیز آبی دوست داشته باش، ولی وقتی که تبدیل میشه به یه چیزی که شرایطی این گونه که الان در ایران هست یا در هر کشور دیگه به وجود آورده، دیگه نمیشه به اون عقیده احترام گذاشت، چون دیگه پا از مرز خودش دور گذاشته و داره به حریمش، نه فقط به حریم شخصی افراد، به جان افراد داره تجاوز میکنه. من حتی اینجا بارها شده، اینجا هستن مثلا فکر کنم 30-40 تا فرقه مسیحیت هست که یه خورده افراد، من فکر کنم باید فکر کنی خدای دوتا که نمیشه، باید یه خورده فکر کنی چرا 30-40 تا فرقه فقط در مسیحیت هست، یا مثلا نمیدونم 20 تا فرقه در اسلام هست. یه جای کار میلنگه، حقیقت دوتا نمیشه. و اینجا من بارها تجربه کردم افرادی که از یکی از این فرقه های مسیحیتن و خواستن مخ منو بزنن که بیا جزی از گروه من باشو و منو عصبانی میکنه که کاملا از غرور و خودپسندیه که چه چیزی به تو اجازه میده که فکر کنی روش تو از روش من بهتره و فکر میکنی گیر کردن به این ایده بهشت و جهنمی که اصلا وجود نداره و تفکر به خرج نمیدن که آیا چنین چیزی هست یا نه، فقط باور یکی و باور خودشون کردن. در اکثر دین ها قضیه اینه که باور یکی و باور خودشون کردن، از رو آگاهی روحی نیست، صرفا از ترس این که نکنه فلان بعضی ها این باور رو میگیرن، از ترس که نکنه مثلا به چه عاقبت چی میشه، یا از نادانی، از ترس و نادانی معمولا افرادی که به هر دینی رو میارن. و من عصبانی و خیلی هم با حیله‌گری
ظاهرشون رو خیلی دوستانه میکنن و با لبخند و دوستانه میان. این تجربه که من داشتم این چند بار، خیلی دوستانه میان به طرف تو، ولی هدفشون اینه که مختو بزنن، تو رو بکشونن سمت ایده های و باورهای خودشون. و من یه باری به یکیشون علنا گفتم، خیلی سال پیش بود، من یه جایی کار میکردم و خیلی دوستانه و به ظاهر مهربان اومد و بعد گفتش که آره ما مثلا فلان کلیسا هستیم و بیسا اینا، که من یه بار من عصبانی شدم و بهش گفتم من اجازه نمیدم دیگران برای من تعیین تکلیف بکنن و بخوان به من بگن چگونه ارتباط با خالق داشته باشم. این یک ارتباط شخصیه که به من ربط داره و من اجازه نمیدم کسی به من بگه چگونه با خالق در ارتباط باشم. و گفت خب ما هم همینو میگیم که این بزرگترین دروغه. گفتم تو دروغ میگی، تو دروغگو هستی، که خیلی تعجب کرد. گفتم تو داریم کاری که تو میخوای بکنی اینه که من به روش تو بیام با خالق ارتباط برقرار کنم و این بزرگترین دروغه. و از اینکه غرور خودشون رو نمیبینن که چقدر در غرور و تکبر هستن و در اینکه چه کاری دارن میکنن، فقط اتوماتیک یه چیزی رو به باور گرفتن و با کمال نادانی فکر میکنه، خودش رو بالواقع داره گول میزنه که فکر میکنه منو داره هدایت میکنه، ولی خودش رو داره گول میزنه و میخواد منو گول بزنه. ولی من هوشیارتر از اینم که اجازه بدم کسی بخواد منو گول بزنه. خدا رو شکر که هوشیارتر از اینم. برای همین باید خیلی، و یه چیزی که من یاد گرفتم و روحاً به این توجه دارم و خیلی بهش توجه میدم، اینه که اتوماتیک و رو عادت کاری انجام ندم. افکارم عمدی باشه، گفتارم عمدی باشه، به کارهایی که میکنم حضور ذهن داشته باشم و از رو عادت نباشه. چون الان خیلی تو مود اتوماتن، یعنی تفکر به خرج نمیدن به اینکه چرا من این باور رو دارم، این از کجا اومده. من حتی تو کودکی خیلی چیزا رو مورد سوال قرار میدادم و باید یاد بگیریم که تفکر داشته باشیم، برای خودمون فکر کنیم که دوچار این روزهایی مثل این روزها دیگه نشیم. کل خلق بشر باید آگاه و خردمند باشن. که تو یکی از سفرهایی که ایران بودم، یه جای یه فروشگاه بزرگی بود، ما رفته بودیم با مادر بزرگم و خالم و اینا، یه دوتا دوستا رفته بودیم. بعد یه خانمی بود اومد وقت جالب بود، تعداد مامورات این مغازه بیشتر از مشتریا بودن. بعد یه خانمی که جوانم بود، با من حتی دیدگاه خوبی به چادر هم دیگه ندارم، یه خانم جوانی که با چادر مشکی بود اومد به من گفتش که یا باید چادر سرتون کنید یا باید از مغازه برید بیرون. بعد من اصلا تعجب کردم، گفتم چرا؟ گفت به خاطر پوششتون. حالا من مانتو شلوار پوشیده بودم، رو سریم هم موام پیدا نبود، آسین بلند همه چیز. گفتم پوشش من چه ایرادی داره؟ گفت خب یه مقدار بدن نماست. بعد من فکر کردم منظورش اینه که مثلا پارچه نازکه، و البته اون متوجه شد که من مال اون محیط نیستم، مثلا اونجا زندگی نمی‌کنم، و من فکر کردم منظورش اینه که پارچه نازکه و مثلا ضخامت کافی نداره. بعد گفتم نه اینطور نیست. بعد خانم خندید، متوجه شد که من متوجه منظورش نشدم. حالا خوبیش این بود که بی ادبی بد رفتاری نکرد، ولی خب داشت حرف زور میزد. تو همین عینی که من داشتم با این خانم داشت با من صحبت میکرد، یه خانم دیگه که تازه خودش هم یه خانمی که 2 برابر من بود، چادرش هم تازه درست نگرفته بود، چادرش اینطوری رو شکمش انداخته بود، یه خانم
نمیدونم 40-50 ساله، اومد وسط حرف ما که من فهمیدم این رفته یه چیزی گفته، رفته یه شکایتی کرده که این خانم مجبور شده بیاد یه چیزی به من بگه. بعد من یه خانم یه نگاهی کردم و خب فهمیدم این رفته یه شکایتی کرده. بعد گفت ما باید عاقبت به خیر بشیم، باید یه تیکه عاقبت برای خودمون بخریم، نمیدونم فلان بیسار. بعد بهش گفتم شما نگران من هستی؟ نگران عاقبت به خیری من هستی؟ گفت بله، آدم باید مثلا عاقبت به خیر، از این حرفایی که میزنن. بعد بهش گفتم عزیزم اصلا نگران نباش، من اصلا مسلمان نیستم، خیالت راحت. اصلا تعجب کرد از این حرف من. گفتم خیالت تخت، من اصلا مسلمان نیستم. به خانم مامورم گفتم من برای هیچ احدی چادر سرم نمی کنم، یعنی میخواست من چادر سرم کنم. گفتم من برای هیچ احدی چادر سرم نمی کنم و مغازتونم به درد خودتون میخوره، ارزونیتون. من از مغازه اومدم بیرون، کلا اصلا هدف خریدی هم من نداشتم، من فقط رفته بودم به خاطر همراهی با مثلا مادر بزرگم و خالم و اینا، قصد خرید از اونجا نداشتم و آمدم بیرون. ولی خب چقدر بیهوده که یاد بگیریم کار به کار هم نداشته باشیم. حالا مثلا بگو، حالا اون خانمم از رو حسادتش رفته بود چیزی گفته بود، چون واقعا پوشش من از حالت عموم در اون زمان هیچ موردی نداشت. من به خاطری که کسی مزاحمم نشه، به خاطر که مثلا حالا همون یه ماهی که اونجا هستم رعایت میکردم، چون نمیخواستم کسی مزاحمم بشه. و حالا ولی لباسم شیک و مرتب بود و خیلی آشکار بود اون خانم از حسادتش رفته یه چیزی گفته. ولی خوشبختانه حالا تغییراتی که خواهد کرد که خب بگو تو برو اونطوری که میخوای باش، مگه من میام به این مدلی که تو بگم خب چرا چادر سرت کردی؟ تو هر طوری میخوای باش، منم هر طوری میخوام باش. یاد بگیریم کار به کار هم نداشته باشیم. و مخصوصا از خانوما بیشتر من توقع دارم که نسبت به هم نوع خودشون مهربان تر باشن و متاسفانه بعضیشون این گونه نیستن که به لطف پروردگار و به همت مردم تغییرات خوبی خواهیم داشت. خب یه کمی وقت داریم، من یه مقدار سوال جواب میدم. بله کلا همه جا اگر کسی میخواد، حتی یه گروه دیگه هم بود که یه فرقه از این مسلمان ها بود که منتها یه قوانینی برای خودشون گذاشته بودن، ولی اهل قرآن و این چیزا بودن که میخواست منو تشویق بکنه به این گروه و من بهش گفتم مثلا عقیده به این چیزا ندارم. یعنی هر کسی به نوع خودش، اگر یه مقدار تفکر به خرج بدن و به پیش خودش فکر کنه چرا من این چیز رو باور میکنم، چرا این حالا هر چیزی که هست، هر باوری، نه فقط هم باورهای مذهبی، مثلا حتی تئوریایی که راجبه مثلا اینکه خلق بشر مثلا میگن که و اینا تئوریه، بعد یه چیزی توجه داشته باشد حتی در زمینه‌های علمی آدم در هر زمینه‌ای باید تفکر به خرج بده. صرفاً چون یه کسی یه چیزی گفته به باور نگیرید. مثلا این تئوری که یکی تئوری داده، تئوری یعنی چی؟ تئوری یعنی فقط یک نظره. حالا این تئوری که
مثلا انسان از میمون القا پیدا کرده و این نظریه اشتباهه، ولی خیلی از دنیا این رو به باور گرفته، ولی نظریه اشتباهیه. اینطور نیست، این حقیقت نیست. در هر زمینه بعد یاد بگیرید استقلال ذهنی داشته باشید و کورکورانه باور دیگران رو باور خودت نکنید. و خوشبختانه الان که آگاه هستید که معلمای نوری شما 100% بهشون میتونید اعتماد داشته باشید و روح بزرگ خودت آگاهه، روح خودت آگاهه و میتونی حقیقت واقعی رو از خودت، از ابعاد خودت و معلمای نوریت و خالق دریافت کنی، هیچ نیازی به اینکه بخوای به شخص متکی بشی نیست. و بعضیا غرورشون درگیر میشه، مثلا فکر میکنه خب فلانی که اینو گفته دکترا داره، محققه، نمیدونم چی 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 چی. اینا برای من دلیل نیست. اون کسی که این تئوری داده اشتباه برداشت کرده، تئوریش هم اشتباهه. حالا من 2-3 تا دکترا ندارم، ولی حقیقت خودم رو میشناسم و باور دیگران رو چشم بسته باور خودم نمی کنم. این باید یک عادت بشه در خلق بشر که آگاه و خردمند باشیم و غرورمون حتی در دانش غرورمون درگیر نشه. مثل که حالا این فلانی اینو خونده و اینو خونده. خب فکر میکنید تو مدرسه و دانشگاه چه کسی داره آموزش میده؟ اونی هم که داره آموزش میده دانش و برداشت های خودشو داره آموزش میده. اونی هم که حالا تئوری داده بنا به برداشت های خودشه، احتمالی که اشتباه بکنه هست، که خیلی اوقات هم اشتباه هست، مثل همین تئوری که گفتم. ما از میمون القا پیدا نکردیم. 560 میلیون سال پیش انسان بوده، حضور داشته. ولی خب الان ذهن دنیوی افراد یه خورده آمادگی این اطلاعاتو نداره و من راجع به این مسائل صحبت نمی کنم برای اینکه ذهنها درگیر نشه. ولی فقط و سرنخهایی من دادم، کسایی که آمادگی تغییر داشته باشن و آمادگی بیدار شدن داشته باشن، من سرنخها رو دادم. افرادی که آمادگی دارن سرنخها رو میگیرن. کسایی هم که آمادگی ندارن یا خورده چونه چرا میارن. ولی من سرنخها رو دادم. یه سرنخ این بوده که جهنم وجودی در کار نیست، آدم و هوایی هم در کار نبوده. دیگه بقیهش رو خودتون حساب کنید. و سرنخ بعدی هم اینه که از 500 و 600 میلیون سال پیش انسان حضور داشته با شرایط متفاوت، با ارتعاش متفاوت، ولی انسان از 500 و 600 میلیون سال پیش حضور داشته که اصلا این چیزها در هیچ تاریخ و کتابی در این بعد فیزیکی نیست. دانش‌های حقیقی واقعی راجع به دنیای هستی، برای اون آگاهی ها باید رجوع به خودت، روح بزرگت و معلمای نوریت بکنی. شما برو 1000 تا کتابم بخون. حقیقت های هستی اکثرشون در این بعد، اصلا اون دانش در این بعد فیزیکی حضور نداره. به خودت رجوع کن و با بیدار شدن خودت حقایق رو پیدا کن. به قول شاعر میگه به دنبال خودت باش. یاد بگیریم انسان باشیم. دقیقاً انسان بودن و انسان دوستی. پرتوان باشید. تشکر. من این دفعه نقش آموزش دهنده در خواب داشتم، برخلاف همیشه که آموزش میدیدم. یعنی درسایم رو گرفتم. ما همیشه در حال یادگیری هستیم، همزمان هم
دانشجو هستیم، هم آموزنده، هم معلم، هم شاگرد. من هنوز در حال یادگیریم. این دانش و حقیقت‌های هستی خودمون و شناخت خودمون و شناخت خالق اینقدر عمق و گسترش داره. من هنوز در حال یادگیریم و حتی تو بعدهای بالاترم که میری این یادگیری ادامه داره، تمومی نداره. غروره که میگه خب من خیلی چیز میدونم و من همه چیز میدونم و اینا از غروره. شخصی که واقعا آگاهه، هم به دانسته هاش آگاهه، هم به اون متوجه هست که هنوز جا برای یادگیری هست. افرادی که من میکنن و اینا از غروره، این دیدگاه ها از غروره. ما همزمان هم شاگردیم هم معلم، ولی در مراحل متفاوت. مثل کسی که کلاس 5، یه شاگرد کلاس 5 میتونه به یه کسی که شاگرد کلاس اول الفبا یاد بده، ولی هنوز راه داره که بعد یاد بگیره، مثلا چیزای بره کلاسای بالاتر، چیزای بالاتر یاد بگیره، ولی میتونه به یه کلاس اولی الفبا یاد بده یا 2 به اضافه 2 یاد بده. برای همین همیشه هم شاگردیم هم معلم و رشد و یادگیری تقریبا انتها نداره تا زمانی که به یگانگی به خالق کامل برسی، ولی حتی خود خالق در حال رشد و گسترشه. چون اطلاعاتی که کسب میشه، خود خالق غریزه شناخت خودش رو داره و خالق در فقط نوع رشد و گسترش خالق با نوع رشد و گسترشی که ما داریم خیلی فرق داره، خیلی متفاوته. ولی خالق حتی در پروسس شناخت خودشه. از معلومات نورین برای مسائل ضروری شرایط سخت زندگی میتونیم تقاضای معجزه داشته باشیم. بس بعد در مورد تقاضای معجزه بستگی داره، چون یه سری محدودیت های معلم های نوری دارن. مثلا در کار ما نمیتونن دخالت کنن، ولی اگه یه جا مثلا یه خطر واقعی تو رو تهدید میکنه میتونن معجزه‌ای به کار بگیرن. بستگی به اجازهشون داره و شرایط. مثلا یه تجربه بود، مادر من یه بار یه تجربه داشتن که یه جایی ایستاده بود تو ایران، یه جایی ایستاده بود که یه موتوری داشت میمد، یه ماشین هم داشت از جلوش رد میشد. تو یه حالتی بود که نمیتونست نه عقب بره نه جلو بره، یعنی اگه عقب میرفت یا جلو میرفت، اگه جلو میرفت میخورد به ماشین، از این برم داشت یه موتور میمد طرفش. بعد یعنی اینو داشت تعریف میکرد، گفت من دیگه اصلا همجور وایستادم و چشمامو بستم، یعنی میدونست که بالاخره یه اتفاقی میفته. ولی گفت موتور رفت و گفت انگار یه جوری بود که انگار این موتوریه از وسط من انگار رد شد و اصلا گفت من خودم نفهمیدم چی شد، من فقط ترسم چشمامو بستم و وایستادم، ولی بعد از یه 2-3 دقیقه دیدم موتوریه رد شد و اتفاقی هم نیفتاد و گفت احساس کردم میگم موتوریه از وسط من رد شد. حالا گاهی اوقات توی همچین شرایطی که تو قرار نیست خروج کنی و تو برنامه نیست ولی یه چیزی پیش میاد، هم فرشته‌های نگهبانت هم معلمای نوریت میتونن گاهی اوقات یه دخالت‌های اینگونه داشته باشن، ولی در عملکرد معمولی محدودیت‌هایی دارن. در کارما نمیتونن دخالت کنن. مثلا برای حل کارما باید از روح بزرگت که بودی از خودت کمک بگیری. بستگی به شرایط داره، ولی میتونید ازشون درخواست کنید که بهت بلسینگ بدن. میتونید مثلا بگید به من آگاهی بدید، آموزش بدید، یا به من بلسینگ بدید.
خب بله، ولی میدونید از طرفی هم حق دارن در مورد این قضیه چادر، چون اینها شده یک نماد. مسئله خود چادر نیست، شده یک مثل مثل حالت یک نماد شده که من خیلی توی سفره اول که رفته بودم ایران، یکی از همکلاسیامو دیدم که زمان هم توی مدت همکلاس بودیم، هم همسایه مادر بزرگم بودن. بعد من یادمه اون زمانی که من ایران بودم، این همیشه با چادر مشکی این ور اون ور میرفت و خانوادگتن مذهبی بودن. بعد توی سفرهایی که من ایران رفتم که بعد از نمیدونم 10-12 سال بود که من یه سفر به ایران رفتم، یه بار که دیدمش، دیدم که مانتو روسریه و چادر دیگه سرش نیست. بعد ازش پرسیدم، گفتم من یادم تو همیشه چادر مشکی سرت میکردی. گفت و به گفته خودش، حالا این گفته من نیست، این گفته این خانم بود که گفت معذرت میخوام، هرچی زن بدکار است چادر مشکی سرش میکنه، برای همین من دیگه چادر مشکی سرم نمیکنم. و برام جالب بود که به خاطر که نمیخواست، به خاطر دیدگاهی، نه دیدگاه مذهبی ولی یه دیدگاه عموم که نسبت به چادر مشکی تغییر کرده بود، اون چادرش رو برداشت و با مانتو روسری، چون حجابش از روی مثلا به خاطر حکومت نبود، خانوادهشون از قبل مثلا اینطوری بودن و این مدلی بودن، نه به خاطر حکومت یا اینجور چیزا. و شرایطی به وجود اومده بود که حتی دیدگاه خودش رو به چادر، مخصوصا چادر مشکی، تغییر داده بود که دیگه خودش استفاده نمی‌کرد. عقیده و مرام خودش رو داشت، ولی به خاطری که دیده بود که شرایط تغییر کرده و دیدگاه عموم به مخصوصا چادر مشکی تغییر کرده بود، خودش دیگه استفاده نمی‌کرد. حالا اینها شده یک نماد. مسئله نوع پوشش نیست، مسئله زورگویی هاییه که به مردم شده در طی این 42 سال و اینها شده نمادی از دولت. و مسئله خود چادر نیست، مسئله نوع پوشش نیست. مثلا نگه همجا تو امریکا من خیلی رو میبینم، مثلا یه جا تو فروشگاهی میرم، افراد یا کارمندهایی که حجاب دارن، کسی چیزی بهشون نمیگه، رعایتشون هم میکنه، کسی کاری به کسی نداره. ولی تا زمانی که زورگویی نباشه، تو میتونی هر مدلی میخوای باشی، منم هر مدلی میخوام باشم، تا زمانی که زورگویی نباشه. ولی این چیزها تبدیل شده به نمادی برای زورگویی. مسئله اصلی خود پوشش نیست. مثلا الان خیلی ها عمامه پرانی میکنن، مسئله خود پوشش نیست، مسئله اون چیزیه که این represent میکنه و دروغ هایی که گفتن. مثلا اینا میگن که این لباس مثلا پیغمبره. من مطمئنم اولا که اون کسی که اینها اسمشو پیغمبر گذاشتن در کشوری متفاوت بوده، در کشور عرب بوده و لباس پوشش عرب ها متفاوته، یعنی اصلا ربطی به مقدس بودن نداره. اون زمان پوشش متفاوت بوده. به اضافه که من مطمئنم 100% من مطمئنم اگر اون کسی که اینها به دروغ باور مردم دادن، اگه خودش الان حضور پیدا کنه، من مطمئنم کت و شلوار میپوشه، برای اینکه مثل اینا نباشه.
برای اینکه اینا آبروی هر کیه بردن. من مطمئنم اگه خود همون کسی که اینا مثلا میگن لباس پیامبره اگه حضور داشته باشه با کت و شلوار میاد، برای اینکه اینا آبرو همه رو بردن. شخصی که آگاه و بیدار باشه این چیزا اصلا براش مهم نیست. مثلا مثل بعضی ها که میخوان نماد بدن که معنوی هستن. من اینو دیدم مثلا حتی تو امریکایی ها یا حتی جای مختلف که میخوان مثلا نماد بدن که معنوی هستن. حتی یه خانمی بود، یه خانم امریکایی بود که من دیدم مثلا میخواست مدیتیشن و اینجور چیزا یاد بده، بعد یه چیزی مثل عمامه سرش گذاشته بود سفید رنگ، یه لباس و شلوار سفیدم از این لباسای بلند که مثل لباسای هندی ها یا نمیدونم اینا هست، یا مثلا مثل لباسی که بلنده یه مقدار، بعد کنارش چاک داره، با شلوار سفید پوشیده بود و نشسته بود و یه دونه از این گرده بندای که این بودایی ها معمولا گردنشون میندازن گردنش بود. اینا همش تظاهره. هیچ شخصی که آگاهه اصلا به این چیزا اهمیت نمیده. کسی که از خواب دنیوی بیداره اصلا به این چیزا اهمیت نمیده. مهم آگاهی روح و آگاهی ذهن و دیدگاه و بیداری روحه. پوشش اصلا مهم نیست. و کسی که واقعا بیدار باشه به این چیزا اهمیت نمیده. وقت و انرژی هم صرف ظاهر سازی نمیکنه. یه شخصی هست به اسم آلن وات. اینشون الان در بعد فیزیکی حضور ندارن، ولی یه شخصی بوده که خیلی بیدار بوده. البته حرفاشم اگه به حرفاشم گوش بدید یه خورده حرفاش سر و ته نداره، ولی اون با یه هدفی این گونه صحبت میکنه. یعنی نحوه صحبت کردنش بیشتر به خاطر به خود آوردنه، ولی اگه به حرفاش گوش بدید ممکنه این حس بهتون بده که حرفاش سر و ته نداره. البته به انگلیسی هم هست چون ایشون یه شخص امریکایی بود، ولی یه شخص آگاه بیداری بود که من اولین بار که یه بار صحبتاشو گوش کردم یه حسی در من ایجاد شد که انگار خدا داره صحبت میکنه. چون باید به یاد داشته باشید ما خدا هستیم، ما با خدا یکی هستیم. و اولین بار که من یه صحبتشو شنیدم یه حس جالبی در من ایجاد شد که من حس کردم خدا داره با من صحبت میکنه. و واقعا حسم این بود که یه شخص آگاه و بیداریه. لباسش خیلی معمولی، یه سیگار برگم همیشه میکشید، اصلا اهل تظاهر هم نبود، خیلی هم آرام و معمولی صحبت میکرد. کسی که آگاه و بیدار باشه اصلا به این چیزا اهمیت نمیده، نیازی بهش نداره. چون من نمیخوام چیزی تحمیل کنم یا چیزی به تو بفروشم. من نمیخوام تو مرید و پیرو باشی. من میخوام تو برای خودت آگاه باشی و خودت خردمندانه برای خودت تصمیم بگیری که کجا میخوای بری، به کجا میخوای برسی. میخوام استقلال ذهنی و احساسی و تفکر داشته باشی. این پوشش اصلا این چیزا مهم نیست. ولی خب اینا یه مقدار از زور فشار 40 چند ساله‌ای که به مردم آوردن و این یک نماد برای حکومت شده. یه مقدار به پولیزی که برسیم و یه خورده شرایط تغییر بکنه این حالتها رفع میشه. بعد افراد دیگه شرایطی به وجود میاد که دیگه کسی کاری به کسی نداشته باشه. نه اون کسی که چادریه میتونه به یکی بگه تو چرا این مدلی اومدی بیرون، اونایم که آزاد هر جوری میخوان بپوشن کاری به کاری اونا ندارن. این حالت ها رفع میشه. الان یه مقدار چارج احساسی زیاده و این چیزها شده نماد از ظلم و زور حکومت، ولی اینا رفع میشه. اینا یه حالت های موقتیه.